من دیگر نفقه که 145 تومان میتر با ما را نمیرسد. من هیچ نگاه نکنم یک مدت 100 سوم 200 سوم برای همین طبابت رو رسخود میکنم. اوکولوگ قیمت دارو و کپلو. سفرعلی میترسد که با وارد شدن مسافرکش‌های نو به شهر قرغان تپه کارش را از دست می‌دهد. زیاده از 10 سال به مسافرکشی مشغول است. روزی تا 20 سامانی درآمد دارد. هرچند کار با ماشین کهنه استحصال 44 سال پیش برایش آسان نیست، اما این وسیله تامین روزگارش است. مشتری کمه. نظر به اوپلو در اوپلو بسیارتر میشه، ولی خلق همین حاضر زمان شده که ماشینای گرمن یا دیگر خارجی ها را چی میکنه اعتبار میکنن، ما در کمتر. نگرانی سفرعلی از تصمیم اخیری حکومت شهر قرغان تپه است که با وارد کردن مسافرکش‌های نو جای ماشین‌های کهنه را تنگ می‌کنند. قرار است در آینده نزدیک به این شهر 39 اتوبوس و 100 خودروی کیروکش وارد شود. آنها باید به سمت قرغان تپه، سربند و باختر مسافر کشند. بانک اروپایی تجدید و رشد برای این طرح 10 میلیون دلار اختصاص داده است. 6.7 میلیون دلارش قرضی می باشد و باقی مانده گرانتی که در اون پارکی اتوبوس در درآمدگاه شهر از طرف سربند و در خودی داخل شهر قرغان پارک‌های زمانوی ساخته به استفاده داده می شود که این هم باشد مشکلاتی واسطه نقلیه در شهر وای میکنند تامین میکنند. ساکنان از وارد کردن مسافرکش‌های نو خوشحالند. تاکسی‌های زمانوی در کوی چیه؟ یعنی که این تاکسی که در قرغان تپه حاضر هستند قدیمی شما را قانع نمیکنند. خانه میکنن یکی با خانه تر با بهتر زمانوی کردن تاکسی هایی که حاضر پرت دیگه اوزا افتا پارکا میگن. سفرعلی میگوید ساکنان و مقامات را درک میکند. من مجبور میشم که با یگون راه کاری دیگر را بیابم. دیگه علاج نیست. ماشینای از 2005 اون طرف باید که تاکسی کار کنن، در یک سال بود 2 بار بود معاینه تکنیکی بگذارن. یکی از سطح پست زندگی مجبور میشم، دارو نیست، زندگی نمیگذرد، به همین ماشین کهنه من برآمدم. چون ماشین‌های نوی مسافرکشی را نآوردند، سفرعلی فرصت دارد پول کار کند. بعد وارد شدن آنها نمیداند چه کار خواهد کرد.